یک سال پیش از همین منطقه هممرز با قرقیزستان خبر احتمال رسیدن کرونا به تاجیکستان پهن شد. شب 5 اپریل سال 2020 رادیوی آزادی گزارش داد که پس از فوت مرد 60 ساله در بیمارستان ناحیه جبار رسولوف 11 کارمند آن در شهر خوجند کرانتین شدند. نمایندگان نهادهای تندرستی آن زمان در نشست‌های تعجیلی خبری در دوشنبه و خوجند با کووید 19 ربط داشتن این رویداد را رد کردند. 10 ماه لازم شد تا درستی این خبر اعتراف گردد. در ناحیه جبار رسولوف بود. اولی مراتبه ما ها اونجا بیمار ما میگفتیم ما همونوی زمین ما همون علامت های همین بیماری بود که ما اینهای گرفته کرانتین به بیمارخانه سرایتی شهر خوجند بستری کناندیم. وقتی که ما انالیزاشون گرفته تحلیل ها رو به دوشنبه سپردیم، اون وقتا ما تحلیلگاه نداشتیم اویدمی کووید، بعد تصدیق شده آمده. بعد از فوت حبیب الله شادیف چند عضو عائله او در دهه قرغانچه این ناحیه با نشانه های کرونا ویروس در شفاخانه بیماری های سرایتی شهر خوجند بستری شدند. یک ویژگی آن روزها این بود که هیچ کس، نه منصبداران، نه پزشکان، نه بیماران و نه نزدیکان آنها جرأت نمی کرد حقیقت را گوید. تأثیر شدید آن تا حالا بجاست. پس از یک سال هم هیچ یک از اعضای عائله شادیف نخواست از آن روزها در نزد دوربین یاد کند. یکی از نکته های خبر این بود که مرحوم هفته پیش از بیماریش به قرقیزستان همسایه رفته است. اصلا رواعا به آنجا برای اهالی قرغانچه در 60 کیلومتری مرکز ولایت سوخت تا سر و صداها حالت مقرری بوده است. رحمه میدادیم چقدر مرکز رایون کده ها؟ بله درست. راه کرا چند پول رفتم داد بازار مول کده قرستان با نزدیک ارزانتر چه که بیماری ما زمین میگیریم آنجا میفروشد. قرستان با هم نزدیکتر هم ارزان میفروشد. ما راه کرا آسان بود، راه مکم شد، رفتم ما قیمت. در این دهه بیشتر از 5000 نفر زندگی میکنند و با بسته شدن مرز ساکنان از داخل رود میگذرند تا به مرکز ناحیه بروند. در گذشت حاجی محمد تاشف از دهه زرفشان ناحیه جبار رسولوف تحت کرانتینی نیز خبرهای کووید 19 را آن زمان انگیخته بود. نزدیکانش با یادآوری از آن روزها میگویند این آوازه ها را قبول نداشتند، چون که طبیبان مرگ تاشف را از سستی کار دل و رگ ها میدانستند. در همون دوره که درآمد کرونا ویروس این آدم قضا کردن، مردم فکر کردن که در حقیقت این مردک از بیماری کرونا ویروس گذشتند. قریب یک دو مرتبه علکی سکته دل گذرانیده بودند. برای من وقتی که دل که بیمار باشد، این عضوی اساسی انسان که هست و در این و از واهمه از همین وی که در بین خلق پهن شده بود، علکی و دل که و داشت بیمار بودن، برای همین از بیماری دل گذشتن. نهادهای تندرستی اکثر مرگومی را به همه گونه بیماری های ممکن بستگی می دادند، ولی نام کرونا ویروس را گرفتن نمی خواستند. اما دفنهای مرموز خود بیانگر وضع بودند. در ناحیه شهرستان جنازه شخصی مشهور شادمان رجبوف یا شادمان تنور کباب را به خود میت به جای آوردند. تن سلافن پیچ او را پزشکان و کارمندان انتظامی دفن کردند. مقامات و پزشکان اول گفتند او بیماری دل داشت، سپس پیام دادند که در حمام افتاده مجروح شده است. در روزهای بعدی نامهای زیاد رسانه‌ای شدند، ولی سبب درگذشت آنها را رسما التهاب شش مینامیدند. بنابر آمار در سال 2020 در ولایت سوخت قریب 19000 نفر مبتلا شدند که از سال پیشش 6000 زیادتر است. فوت از التهاب شش در 9 ماه سال 2019 همگی 13 حالت بوده است که این عدد در همین دوره سال 2020 به 392 حالت برابر شد. یک تحقیق رادیوی آزادی با مدد جامعه شهروندی تاجیکستان نشان داد که آمار رسمی و غیر رسمی از همدیگر 10 برابر فرق میکنند.
مقامات تاجیکستان تنها 30 اپریل سال 2020 در آستانه سفر کارشناسان سازمان جهانی تندرستی رسیدن کرونا ویروس را به کشور اعتراف نمودند. آن ردیه ها و کشالکاری در اعتراف موجودیت کرونا ویروس در تاجیکستان حالا طور اساسناک کرده می شوند که مقصد حکومت پیشگیری از انگیخته شدن واهمه و حفظ اعتدال بود. اما مسئولیت حقوقی پنهان داشتن معلوماتی که به سلامتی و حیات آدمان تهدید می کند تا حال بررسی نگشته است. وزارت تندرستی تاجیکستان همه روزه خبر می دهد که از اول سال 2021 به این سو در کشور یگان سرایت کووید 19 به قید گرفته نشده است. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.